با افتخار روز کتاب در کتابخانه مرکزی شهر ترسانزاده محفل علمی ادبی برگزار گردید که در آن راهبران فیلال‌ها، کارمندان ساحه کتابداری شهر، خوانندگان و اعضایان محفل‌ها اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چهاربینی قید گردید که احترام به وطن، دوست داشتن هر گوشه و کنار آن، از درست مطالعه کردن کتاب و از بر نمودن مضمون و متن‌های آن به دست می‌آید. زیرا کتاب در برابر سرچشمه علم و دانش بودنش واسطه مهم تربیت معنوی انسان است. این است که تاجیکان از ازل کتاب را چون دوستی نزدیک خود می‌شماریدند و از مطالعه آن پیوسته غذای معنوی گرفته در تربیت خود و جامعه انسانی نقش سازگار گذاشتند. در دوران استقلالیت ما زیاده از 24617 نسخه کتاب‌های تازه نشر از آثار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک خریداری نمودیم و به کتابخانه فیلال‌ها نیز تقدیم نمودیم. از جانب صاحبکاران محلی نیز زیاده از 3207 نسخه کتاب‌های تازه نشر تحفه گرفته به تمام کتابخانه فیلال‌ها را نیز با این گونه کتاب‌های تازه نشر تأمین نمودیم. در کتابخانه مرکزی شهر ترسانزاده شعبه الکترونی فعالیت می‌نماید که دارای مخزن کتابی این شعبه الکترونی زیاده از 6537 نسخه می باشد. این چونین در برابر این کتاب‌های کودکانه که ما توسط اسکنر جاری نمودیم تا امروز در دوام سال 2024 تا این دوره 137 نسخه کتاب‌های بچگانه در مخزن ادبی انمی فوند الکترونی جاری گردید. در زمان صاحب استقلالی مملکت به خاطر ارج گذاشتن به فرهنگ بای و غنی و آثار علمی و ادبی گذشتگانمان تدبیرهای مهم عملی کرده می شوند که این برای باز هم بیشتر نمودن ذوق ساکنان به کتاب و کتابخانه زمینه واقعی می گذارد. مثال روشن این برگزاری آزمون‌های جمهوریوی چون فروغ صبح دانایی کتاب است. می باشد که طول 6 سال برگزاریش شوق و ذوق هزاران نفر را به کتاب بیشتر نمود. از جمله در سال 2024 12 نفر از شهر ترسانزاده به دور جمهوریوی این آزمون را خط گرفتند که برای افزون نمودن اشعار و آثاری از خود نمودهشان پیوسته به کتابخانه تشریف می‌آورند. از کتاب‌های این مخزن ادبی کتابخانه از آثار بای و غنی آثار نیاگان ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک جوانان و نورسان بر زیاد استفاده میبرند و امروز در شهر ترسانزاده کتابخانه‌های مرکزی شده که زیاده از 11278 نفر خواننده که اعضای نوی کتابخانه هستند در دوران انمین سال 2024 به واسطه از این کتابخانه ها به یگان مانع استفاده میبرند و امروز در کتابخانه مرکزی شده شهر ترسانزاده ما 55 نفر کتابداران فعالیت می نماییم و پیوسته کوشش می نماییم که اوید به سمت و رشد فعالیت کتابداری برای خلق خدمت‌های خالصانه نماییم. اگر سالها از بین گذرند انسان به این سرچشمه دانش یعنی کتاب پیوسته نیاز دارد. نسل نورس و جوان خصلت‌های نیک انسانی راه و روش درست حیات را اولتر از همه از کتاب درک می‌نمایند. زیرا هنگام مطالعه کتاب کس به دنیای آن وارد گردیده در اکثر موارد خود را بر عوض قهرمان‌های آن تصور می‌کند. توجه روزافزون حکومت مملکت به کتاب و کتابداری و جلب نورسان و جوانان به آثار پرقناوت نیاگان نیز باعث گردیده است که در سراسر کشور شماره کتابخانه‌ها دوره به دوره زیاد کرده می‌شوند. حالا در دهات و مرکز شهر ترسانزاده 33 کتابخانه برای جلب ساکنان به کتابخانه فعالیت نموده ایستادند که مخزن آثار آن دارای 190972 نسخه کتاب می باشد. جهت به میلان‌های نو یعنی در شکل الکترونی پیشنهاد نمودن کتاب‌ها نیز تدبیرها اندیشیده شده. در کتابخانه مرکزی شهر روند برگردانیدن کتاب‌های چاپی به شکل الکترونی به راه مانده شده است. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسانزاده. اخبار